سلام علیکم با شنوندگان و بینندگان برنامه ما شناختی مردمی خودتالان، شناختی لولیا، شناختی جوگیا، شناختی قوم سیگان، از اون جمله قوم امامالی رحمان. خب بینندگان ارجمند گرامی و سواد و علم دارا، آدمایی که شما در ذهنتان علمی سنجشی دارین، علمی دنیاوی دارین، علمی دینی دارین، هر نمود علمی که هست، هر شخصیتی هستین در کشور عزیزمون تاجیکستان با جوگستان مبادل گشته، با لولیستان مبادل گشته. بچه‌ها این چیزی ریال نیه بدونین. این آدمایی که حوض عینی حال در گرد امامالی رحمان قرار دارن، هر یک تا شما باید فهمیده باشین بدونین که انسان‌های همش لولیرن. اکثرش 60% کارمندای حفظی حقوق از اون جمله سیلوای بلوکی گرد امامالی بچه‌های لولیرن، بچه‌های جوگیرن. سیگانا چوکدن مورد استفاده بودن، سیگانا مورد انسان‌های در بدترین حالت آوردن، چوکدن، روبرو کردن. برای همه هر یک شما، هر یک انسانایی که هستین این حال قرار دارین در هر شهر منطقه، بدونین که باید ما شکست بدیم لولیا را، باید ما شکست بدیم قوم امامالی خودتالانه، باید ما شکست بدیم یورا نیستشون کنیم. نیست کردن با معنی اون که دفشون کنیم از سری قدرت برای شهروند عادی وارد در منطقه یک جایی که هستن زندگی کنن. از اون جمله انسانایی که در قوم خودتالانه، قومی که در منطقه خطلون گفتن آموندن، این کلمه ای سال 92 پیدا شد، بعد اومدن امامالی پیدا شد یا با خطور اومدن امامالی رحمان پیدا شد. این جمله، این کلمه خطلون از الان ما باختریانیم، مردم کشانیانیم. تاجیکستان این قبیله نام داره، مردمی کلاب یا کیومو کلاب و ولایت خطلون دیکنیم. با هر کسی هر فکری داره، نظری داره، در زیر کامنت بنویسه خطلون چی نامانیم. ببینیم بلوگیروشون جوگیان، لولیان، سیگانان، آدمای خشینان یا با چهرهایی که آدمایی که ما صورتشون رو میمانیم خطون نظر کنین، خطون ببینین همه آدما چی کسا هستن، تاریخشون رو در ما هر منطقه و ولایتی که قرار دارین همه آدمایی که زندگی میکنن تاریخشون رو ورق بزنین. خصوصا کارمنده حفظی حقوق درون کمیته دولتی امنیت ملی در بچه‌های تاجیک هستین، همه تاریخ ها رو ورق بزنین. همه ولایت شهر رو در پدر و بابای همه کی بود که در وظیفه آمدن اینی حال قرار دارن. برای همه هر یک شما شخصانی مسئولیت جامعه، مسئولیت شهر، مسئولیت شهروندی کمیته دولتی امنیت ملی بچه‌هایی که کار میکنین تاریخ رو اثبات کنین. بچه‌های سیلوای بلوک و طرز پیشگیری کنی جوگیا و لولیا استفاده برین. انسانایی که علم دارین با ورق و قلم کنن مبارزه برین، طرز مبارزه رو یک ذیلی کنین، شما رو مستنوید نکنن، شما رو نگیرن، با داخل زندان نکنن. ببینین همه کشتارها و همه چیز دوست میداشتنیشون چیلوهای و جوگیا را همه ایتین در هر شهر و ولایتی که هستن همه جوگیا میروان خانه شما نانطلبی و آبطلبی و نمو چیزایی که میخواهن برای فالبینیشون میروان. نگاه کنید چیزی دوست داشته همه جوگیا اصلا واقعا
اصلامی تیلوهای ببینیم بچه امامالی هم تیلو دیزیدی سیده تاجیکستان یکی از متدی سیگانو همین تیلو را دیزیدن تیلو را برقب کنن فهمیدی واقعا تونستن ما را گرفتن در صفر آوردن رساندن ما را گرفتن یک لطه‌ای که پاکشیده میشه که میپرتویش در زمین قناتری کردن ما تاجیکو می کمک ببینین جوگیو و لولیو چه اتفاقا ببینین که در اما بدخشان یک جوگیش زدن نگاه چند جوگی رفت کشت بچه بدخشان ها آدمای کشتن لیستاشون رو تماشا کنین صورتاشون رو ما میمونیم نگاه کنین همیو چقدر آدمای بدترین صورتان اکثریتشون همیو در روی دنیا را کویو توف کنگیان در روی دنیا همیو آدما را سیگانا را توف کنگیان آخری سخنی ما همیه که برای همه شما از بین رفتن ملتی ما از بین رفتن دربار دولتی ما و زمین رو فروختن نیست شدن و وطن ما 80% نیست شدگی 20% موندگی بچه ها شما را ائتلاف کنین شما را قبول کنین بردن تاجیکو را برد سپارید کنیم مال تاجیک معاینش برد سپارید انم تایی با همون میگیره پاسپورت خیتوی میتن پاسپورت جوگیگی میتن جوگی دعوا میکنن که وطنی ما این خودتالان ما این را اومده بودین 100 سال پیش ما ساختیم دولت این خیلی میگرن در کشا فهمیدی برای همه قومی تاجیکستان یا عید 100-300 هزار زیاد نیستن یا را ما میتونیم بگیریم یا بانک سالونی کنیم مانیم یا طرف همشا برای همه ما زیادیم ما را میتونیم شکست داده فقط به طریق ماسکیروفکا به طریق خط معین نکن بچه خط معین نکن در این پیشی همی جوگیو و لولیو و همی قومی سیگانو خط معین نکن که میکشند میگیرن از بین میبرن زندونیت میکنن خیلی میشین برای همو قومی خودتالان بشناسین ولایت خطان چی نمیمونیم با خختون فکر کنین برای همو جوگی را باید ما دفع کنیم از طریق قدرت قومی جوگی را دفع کنیم بچه ها بدانین باید ما دفع کنیم